مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 8 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 12:10 در شهرهای موشینگرد دوشنبه کولوب در حدود جماعت دیوت صفابخش نویه دنغره راننده автомашین تمغه تویوتا کرولا کولاتوف اسکندر سال تولدش 1986 ساکن نویه دنغره هنگام حرکت از سمت نویه دنغره به سمت شهر دوشنبه از روده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомашین تمغه BMW تحت اداره راننده سمندر نورزاده سال تولدش 1989 ساکن امین نویه که از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه دنغره حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه صدمه مسافر автомашین تمغه تویوتا کرولا صوفیف سی مومن سال تولدش 1986 ساکن نویه دنغره جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده автомашین تمغه تویوتا کرولا کولاتوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. آید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پر خطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.